آیا شما می‌دانستید که در بسته پروفیل‌های پلاستیکی برای شمایان معلوماتی مهم گذاشته شده است؟ ورقه معلوماتی در جای زیرین بسته گذاشته شده است. در اینجا معلومات درباره متال و نصب آن، درباره سوراخ ونتیلاسیونی و اینچنین درباره طرز نگاه داشتن پروفیل‌های پلاستیکی آورده شده است. برای هر یک نمود سیستم پروفیل‌ها انیخترش برای پروفیل‌های در و تیرزه معلومات‌های با آن خاص گذاشته می‌شود. مثال مذکور پروفیل‌های A60 برای تیرزه در اینجا آورده شده است که قفسه متال از 0.9 تا 1.5 میلیمتر باشد. در این گرافیک معلومات اویده اندازه‌های ماکسیمالی قسم کشاده شونده تیرزه با نظر داشته قفسه متال آورده شده است. ورقه معلوماتی به شما امکانیت می‌دهد که تا که اندازه‌های قسم کشاده شونده تیرزه را درست انتخاب نمایید. وقتی که اندازه‌ها درست انتخاب کرده شدند، محصولات شما سال‌های طولانی خدمت می‌نماید و با صفت می‌شود و شکلش را دیگر نمی‌کند. ورقه معلوماتی همه نمودی پروفیل‌های پلاستیکی شرکت را می‌توانید از سامانه یا تلگرام کانال پیدا نمایید. محصولات با صفت، کاری با صفت، تیرزه با صفت. لیگ راحت را احساس نما.